زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. حافظ معشوق خود را توصیف می کند که به سوی او می آید، در حالی که علالقاعده این عاشق است که با همت و سعی فراوان باید به سوی معشوق بشتابد. عاشق با بهت و تعجب به معشوق می نگرد، اما معشوق به منظور سرزنش عاشق نیامده، بلکه با عشق خالصانه و مطلق آمده، بدون هیچ سرزنش و حاشیه‌ای. دوستت دارم، با آمادگی کامل برای یکی شدن با تو ای عاشق دینی من. با زلف پریشان، بدون هیچ آدابی و تدبیری، با شفافیت کامل. قطرات عرق از شوق دیدار عاشق، خنده‌ای که نشانی خوشباشی و رضایت معشوق از دیدن چهره زیبای عاشق است. مست و بی‌پروا و بدون در نظر گرفتن هیچ شرطی. منطق در اینجا به صورت بنده لذت وصال ظاهر شده. پیرهن چاک و بدون هیچ حجابی، با نمایش زیبایی های افسون کننده معشوق. غزل خوان و با ستایش عاشق که گویی بهترین مخلوق ممکن است. تبارک الله احسن الخالقین. صراحی در دست تا به عاشق بنوشاند از شهد عشق، تا هر دو از شراب عشق چنان سرمست شوند که انفجار لذت صورت گیرد. معشوق از لذت بردن عاشق مشعوف است و عاشق از لذت بردن معشوق، و حاصل این دور فزاینده لذت انفجار عشق است. این است مقام عرفان. این بیت و 3 بیت بعد را میتوان معنای کامل عرفان و فلسفه وحدت وجود دانست.